به زیاد میگردانم، بعد طرف آسمان صوف میکنم. در حق پدر و مادرم میگویم این درست است یا نه؟ یعنی برادر ما میگه من تسبیح زیاد میگم، ثواب شد در حق پدر و مادرم میبخشم، بعد طرف آسمان صوف میکنم. نه، این صوف کردن طرف آسمان هیچ معنایی نداره برادر عزیز. این چی معنا داره که ما طرف آسمان صوف کنیم؟ حتی در وقت عبادت طرف آسمان نگاه کردن خودش منعه. چی است در آسمان که تو مثال طرف آسمان نگاه میکنی و خب صوف میکنی یا نگاه میکنی و عبادت میکنی؟ برای همین از این عملهاش مقصد دست بکشد، لیکن ذکر تا بکن. خدای مهربان قرآن دا میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. الله مهربان میگه چقدر مرا زیاد یاد کنید. پیامبر گرامی گفته است آنقدر خدا را زیاد یاد کنید که بگن دیوانه، یعنی حتی بگن این دیوانه، اینقدر مقصد بسیار ذکر میکنه. برای همین ذکر زیاد کنید برادر عزیز. به هر حرفی کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. شما بزرگترین و بالاترین و بهترین ذکر لا اله الا الله هست. همین را بسیار بگین. ولی بینین در وقتی همون جان کندن تونم شما لا اله الا الله را به اسم میگین. ولی من یک نوار در همین تلفنم یک برادرم پرت افته است، یک مؤذن بده است اذان میداده است در حالت کام رفتگی. وقتی که به عربه طبیب ها برده استنش در حالت کام اذان گفته است. ها بین زبان که عادت داشت در همون حالت هم اذان میگه، حالت مردن اذان میگه. برای همین کسی که عادت کنه با زبان زیاد لا اله الا الله لا اله الا الله، وقتی ایرت بسیار میگوی برادر عزیز و گرامی، بینه پیامبر نازنین میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی اگر آخران حرفش آخران سخنش در همین دنیا لا اله الا الله باشد او داخل جنت میشود. آیا نمیخوای که داخل جنت شوی؟ آیا نمیخوای که آخران حرفت حقارت نه؟ میدانی که امروز بعضی برادرای ما از دنیا میگذرن حقارت میکنن، بین داد میگن فیغان میکشن. ولی اگر زبانت با این کلمه زیبا عادت کردگی باشه، وقتی همون جان سپاری دهم لا اله الا الله، اگرچه در بالای سرت ملا هم بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، به اونم تو بر زبانت لا اله عادت کرده زبانی تو. برای همین ذکرها را بسیار بگین. سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، الله اکبر بگین. انشاءالله همه اینها ثواب داره برادر عزیز. ثواب شد در حق گذشتهاتون ببخشین موافق عقیده خودمان، ثواب قرآن، ثواب صدقه، ثواب ذکر، یعنی از بس که عمل صالح هستند ثواب اینها را بر روح گذشته هامان انشاءالله میرسن. لیکن طرف آسمان صوف نکه برادر عزیز. سوال دیگر، زن یکم شوهرش را مجبور میکند که زن دویم را 3 طلاق کن. مرد 3 طلاق میکند ولی زن دویم در آنجا حضور ندارد، این طلاق میشود یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، در مسئله طلاق کردن حاضر بودن زن شرط نیست، فقط شنیدن و حاضر بودن فقط برای نکاح است. در نکاح زنی را که باید تو نکاح کنی باید که وای باشد، زنی را که باید تو نکاح کنی باید بخشیدن قبول کردن بشنود. لیکن در طلاق این نیست برادر عزیز. در طلاق اگر هیچ کم نباشد، خودت تا کم باشی با زبانت همین قدری بگوی که من زن طلاق کردم یا 3 طلاق کردم، اگر همین گوشت همون صدا تا بشنوه همون طلاق واقع می شود. هیچ کم که نباشد، زن هم که نشنوه، خودت با گوشت همون آواز خود تا بشنوی طلاق واقع می شود. یا طلاق اگر با طریق دست یک برادر بگوی برای همون زنی مرا بگو که من طلاقش کردم،
یا یک مکتوب بنویسی روی کنی، اگر هم تصدیق شوند البته طلاق واقع می شود. سوال دیگر، درباره بانک پول مانی و فایده‌اش رو گرفته با فقیرها خیر کنی جایز است یا نه؟ یعنی آدما پول میبرن در بانک میمونن، بعد فایده‌اش میگیرن فقیرها را میتن. مقصد ذخیره کردن در بانک یا برای حفظ مالتان هیچی باقی نداره. شما برین مقصد پولهاتون را در بانک ها هم که مانین از مقصد حفظ کردن تا یگان زلال زیان نویه. ولی اگر به شرطی که مثال ملک غیر مسلمان باشد، چندین بارهای را ما گفتیم در مذهب خودمان معامله بانکی با آدمای غیر مسلمان درسته، یعنی فایزش هم که بگیرین استفاده کنین چی باقی نداره. فقط فایز بر مسلمان با مسلمان در اجازت نیست. ولی اگر وقتی که از بانک های مسلمانی هم که فایزه گرفتین بردین در دست یک بیچاره و ناتوان هم که دادین، که یک حاجتی وای تمام می شود. مقصد میبری ایموسم یگان چی یک میخریمیتیش حاجتش بود می شود، حاجتش برآورده می شود. ولی وای همچون خیر بگوی در نامه اعمالت نویسانده شود، اینش نویسانده نمی شود. ولی به هر حال حاجت برآورده می شود. بابای حاجی، برای شهروندی روسیه شدم، بعد از زکس با همسر خودم جدا شوم، یا با این نکاح ما یگان خطر دارد یا نه؟ یعنی کسایی که برای شهروندی شدن، گرجدنی روسیه شدن، از زکس جدا میکنن. البته وقتی از زکس جدا کردین یک طلاق باین میشود. یعنی باید از سر نو، برادر عزیز، شما باید که با از سر نو نکاح کنید، زیرا شما این طلاق باینه. خدای نکرده اگر یگان بار دیگه با یک دو طلاقش کنی، با یک طلاق با اینا یک جا میشون، جمع میشون. برای همین شما کردین شهروندی را هم که گرفتین، از سر نو با چیکار کنین؟ نکاح کنین، انشاءالله درسته. کلمه الف چی معنی دارد؟ و اگر گویی که جنس خدا زن یا مرد است، یا دست و پا دارد یا ندارد، این شرک است نزد خداوند. برادر عزیز، کلمه الف چی معنی دارد؟ انا این خیلی معنی نآمده است. مثلا ما 30 حرف داریم در الف، ب، ت، س، جیم میگیم. همون الف قطعی حمزه انا 30 حساب میخورد، لیکن اگر هر حرفی حساب کنیم 29 تا میشه، 29 حرفه. الف چی معنی دارد؟ اویی که در قرآن ما الف لام میم، اکو اونها را برادرای عزیز انا سیرهای قرآن میگن، یا را از حروف مقطوعه میگن، با بگیم یعنی سکرت های قرآن میگن. ولی مفسرها هر چی معنا کردن، ممکن الف انا آداب هم میگن، الف عبادت هم میگن، الف الفت هم میگن، لیکن آنچه را که الله میداند همینها با خدا رحمتشون کنند. مفسرها را میگن که خدای مهربان داناست. برای همین ما هم نمیدانیم الف چی معنی داره، ب چی معنی داره. این فقط یک الفبا است. چون در الفبای خودمان ا داریم، ب داریم، مثال و داریم، س داریم، اکی رو معنا نمیکنه. این فقط برای آموزش است، برای مثال بگیم که پیوست کردن کلمه ها استفاده میشن، تا یاد گرفتن خواندن میشن. این خیلی اینها رو معنا نمیکنه. خدا رحمت کنه عزیزای خدا را میگفت 29 حرف سیاه پوش سیاه دل جمع شد، از دل تاریکی آنها نور ایمان یافتند. کمی 29 حرف الفبای عربی را با نظم در آوردن. 29 حرف سیاه پوشی سیاه دل جمع شد، از دل تاریکی آنها نور ایمان یافتند. چقدر یک معنای بلندی داره برادر است. معنا یعنی همه حرفای همین سیاه پوش یا سیاه دل
معناش همیه که از دل تاریک اینها نور ایمان یافتن. یعنی خواندن این، تعلیم گرفتن این برای تو اخیر چی میارد؟ همون به ایمان و به نور ایمان و به همین راه نیک ترا برده میرساند. ولی خداوند برادر عزیز اینجا در گفته است که زن بگیم یا مرد بگیم، یا اینکه مقصد انا خداوند بگیم دست داره، پا داره، آیا اینها مقصد انا آیا اجازت یا نه؟ اجازت نیست برادرای عزیز، هیچ وقت اجازت نیست. خداوند به هیچ چیز نسبت دادن اجازت نیست. حتی بینین آیت قرآن داریم، من سوره شو بینم، در سوره شورا آیت 11 خداوند میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله بزرگ و توانا به هیچ چیز مانند نیست. ببینین مانند خداوند یگان مخلوقش مانند خودش نیست و او الله شنوا و بیناست. یعنی خداوند در قرآن واژه کلمه ید آمده است، یعنی دست آمده، دست خدا، ساق خدا، بین روی خدا، وجه آمدگی های، ساق آمدگی های، ید آمدگی های، بینین همینا آمدگی های. ولی مثال سمیع آمدگی های، بصیر آمدگی های، شنونده است، بینا هست. لیکن برادر عزیز نه مثل این شنیدن ما با گوش، نه مثل با چشم دیدن ما، اینها را نمی شود. همانا یعنی اینا صفتی هست میگه از برای الله جل جلاله، لیکن آن هرگز به معنای عضو و اندام نبوده، بلکه با معنایی است که شایسته به ذات اقدس اوست. یعنی هیچگاه ما برادرای عزیز و گرامی نمیتونیم که دست مثال وقتی میگیم اشاره کنیم به دستای خودمان، یا روی میگیم اشاره کنیم با روی خودمان. نه، یعنی همه اینها میگه چی است؟ اینها میگه شایسته به ذات اقدس اوست. هیچ کس برادر عزیز از این آگاهی نداره. برای همین بسیاری از این گروه های بودن مثل گروه های مشبهه و مجسمه و که حتی اینها برادرای عزیز الله مهربان چخیلی که امروز کلمه الرحمن علی العرش استوا، کلمه استوا را یعنی خداوند اینها همین گروه های مجسمه که خداوند همچون جسم قائلن، یعنی مقصد چون چی های؟ خداوند در عرش نشستگی های. یا را گروه های مجسمه میگن. اینا بسیار گروه های خطرناک هم برادر عزیز. او آدمی که خداوند همچون جسم قائل باشه و این مسلمان نیست، که اینها حتی میگن خداوند در عرش قرینه، در عرش قرار گیری به معنای در عرش نشست. این بسیار یک سخن وزنی نه. وقتی که اگر خداوند در عرش نشستگی باشد، ما حدیثی را خواندیم که حضرت سعد ابن معاذ وقتی از دنیا گذشت پیامبر گفت عرش خدا لرزید، عرش خدا جنبید. مراد از عرش یا مخلوق و عرش. خداوند نیازی به مخلوقش نداره. مادام اگر در عرش نشستگی باشد، وقتی عرش که جنبید خدا همه جنبه نعوذ بالله. آیا این یگان عیب نقصان بعد در راست خدا نمی شود که خداوند در بالای عرش بود و عرش جنبید؟ نه برادر عزیز، این اعتقادها را قبول نکنه. ولی من انشاءالله خدا در کجاست برای شما علما اثبات میکنم. آیت هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند، حدیث هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند. هیچگاه این را قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. یعنی نشستن در عرش یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارن. انمیا را گروه های مجسمه میگن. با مشبهه داره. مشبههش برادر عزیز حتی اینهاش با بدبختیشون در این است که
خداوند به پیرمرد یا خداوند به یک جوان نسبت میتن. گروه های جهمیه داریم، معطله داریم که اینها با تماما خدا نمیشنوه، خدا نمیبینه، خدا مقصد دست نداره. چی عقیده های باطل های هستند؟ برای از اینها بسیار احتیاط کنین. فقط این قدر دانیم برادر عزیز و گرامی که الله ما بزرگ است، خدای ما بالاست، خدای ما برتر است، برتر از عرش است. و همچنان در مسئله آن یدی که میاد، دست میاد، روی میاد، بینید اینها را ما برادرای عزیز همون خدای مهربان لیس کمثله شیء نیست، همانند ندارد الله مهربان. هیچ مخلوقش به او مانند نیست. در دست گفتن، در روی گفتن مقصد ما عضو و اندام نباشد. این شایسته به ذات اقدس الهی است. تمام. از این برادرای عزیز دیگر ما و شما باید فراتر و بالاتر و دیگر نریم که تا از همین رویه های مجسمه و مشبهه و جهمیه و معطله و از همین گروه ها با ما و شما به